با سوال، اگر کسی کعبه را در خواب دید چی تعبیر دارد؟ کعبه در خواب دیدن این بشارت هست به نیکی، یکم تعبیر. دوم فرمودند که اگر کسی خدا نخواسته نیتی انجام دادن کدام کار بدی را کرده باشد و کعبه را دید، این علامت این است که خدا این را ترسانده ایستاده است که این کار را نکن. سوم صلاح دین، یعنی انسان دیندار می شود. پنجم کعبه عبارت هست از پادشاه یا امیر یا وزیر. پنجم گرفتن چیزی از کعبه با گرفتن چیزی از پادشاه تعبیر شده است. دید که از همون ستار کعبه، پرده کعبه یا غشت کعبه یا چیزی از تنه کعبه اگر گرفت، از پادشاه برای این کدام خیر میرسد. ششم داخل شدن به کعبه تعبیر شده است به داخل شدن در داخل خانه، یعنی خدا نصیبش میکند امونجا داخل میشود، یا اینکه تعبیر شده است به داخل شدن به نزد پادشاه.